هر جایی که ما میباد میمانیمش. نه توکل بر خدا حالا. زیادش فهمیده میشه. این حالت و وضعیت روزگاری به نام خدا و برزای سلام خدمت همه شما بیننده عزیز. آرزو میکنم که همه تان جور و سلامت باشین. دوستای خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه‌های مهربانی که از طرف بنیاد امید حیات تقدیم شما دوستان میشه. دوستان نازنین، قسمی که شما در تصویر دیدین ما فعلا در خوجه بخارای جدید هستیم. در یکی از قسمت‌هایی هستیم که خودتان در تصویر دیدین که در آخرین نقطه یکم که خاله ما بیچاره با مشکلاتی که دامنگیری خانواده شده همینجا خانهش است و ما خواستیم که برنامه مهربانی را با این خانواده تقدیم شما دوستا بکنیم. امیدوارم که تا لحظات اخیر ما حمله بکنین. اگر می‌خواستین که خانواده را کمک همکاری بکنین، شما میتونید که در صفحه واتساپ ما روی اسکرین است، شما میتونید که تماس بگیرید و این خانواده را کمک همکاری بکنین. باز هم تشکر میکنیم از بنیاد خیریه امید حیات که خانواده را دستیاری دراز کرد و این خانواده را کمک همکاری کرد. خب ما دیگه بسیار پرایفی نمیکنیم و شروع میکنیم از خود خالی ما پرسان میکنیم که از روزگارش و زندگیش که چطور میگذرونه زندگی خود در این منطقه که فعلا خودش زندگی میکنه. امیدوارم که تا لحظات اخیر ما رو همراهی بکنید و همچنان سابسکرایب دکمه زنگوله یا تا ما رو حمایت بکنید تا باشه که برنامه خوب و مقبول تقدیم شما بکنیم. سلام خدمت شما خاله جان، خوب هستین؟ صحتمند؟ مالک بیارخم ما چند شوشتیم فرق خوزیم مشگم گوشن خواهی که مشاورم بیر مارکت کارش نمیشه، سیر پیا 25 باوچه نمیشه، آم بخرید نان کلا چیز بخریدن نیست، یا میدن نان چه نداشتیم، سیشه گوشن خواهی کردیم باغ ندارم در ترکی سمک خیر بینای بیادرای مکد نو قرام تو چرده شش بود مشکم گوشن دلم زوب داد بیخشت که گیران رسن چرده که چی پخته کنم از بنیاد خیری از زنگ آمد خوشبختی که اخیر مشتکات من دای که ما میریم ما که تو شمونه بچه از خوشبختی در این دختره که مفتید که خیر بینن کاکا که بر ما کمک کردن یک میره چیز در خانه نداریم من کچولو گفت اگه نارد نه چیزی او ندارم هیچ چیزی ندارم. دوستان از این قسم که شما پیشتر در تصویر ما برای شما گفتم که ما وقت که آمدیم در حدود 20-25 دقیقه تنها ما از لب سرک کومی تا بالاخره در این منطقه رسیدیم به خانه خاله. خاله جان خودت اول برام بگو که خودت چند اولاد داری؟ شوهر چی کار میکنه؟ 5 دانه اولاد دارم، 3 دختر و 2 بچه.
گوی مکتب میرن گوی نی وضعیت خرابه پدر اولادا کارش نمیشه مارکت میره 25 سیر به اوی چیز نمیشه چی کار میکنه شوهرتان؟ کراچی مردم ایتیره کار میکنه سرشان کراچی ایتیره تار میکنه خوشی فشار عصبی دا هم تکلیف عصبی داشته اینجا که ما چنان بردیم یک دوستی شد خانی خوار برده میشه خوشی تو نه؟ تکلیف عصبی داره هرچی آدم بیا میگه میگه اشتکا وضعیت خراب دیخی برده میشه و دکتیم باش که تزیام بخوره اینجا نمیشه ششتگاه پیش ما اشکم گشنه نمیشه ادو همسایه قرد کرد ور کنم یک کل آردم بتی قرد برده بودی بوره ما بتی چی قم برم اشتکا شورم حال مخال که خیلی گشنه خو کنی بچه خورد نمیتونه گیران میکن مادر برای نیتونه پخته کنیم ایت در خانه گیران میکن سونی هم فشار تا این بالای نیم اینا توی خونم این دوای من است فشار عصبی دارم چربی خون بالا هم شکر دارم 3 مرض دارم پیسه نی دوا بگیرم پیش دکتر که رفتین چی گفتن اینا دکترها باز بالاخره بر شما و گفتن که شما چی تکلیف دارین؟ چربی خون بالا است دیگه کمکی نو شکر گرفتید چربی خون ما بالا است شکر هم دارین و چربی خون هم دارین؟ شکر رو که کوشش که دوای دا بگیری این مویناتای خود من پیسه نداشت که من دوا بگیرم بیا خدا مهربان است کسایی که بیننده هستن و اگر کسایی که دوست داشتن این خانواده رو کمک بکنن به این دوستای عزیز وقت زمین است که میگن چو ایستاده دست افتاده گیر با این خانواده کمک بکنیم و این خانواده را کمک همکاری بکنیم تا باشه که امی دعای از امی طفلکای ازی که طفلکای معصوم است عاجز است بیچاره است و این مناجات و کار و دم کار و زندگی ما شما خیر برکت بیا. خاله جان خودت میشه بر من بگی که پیشتر خودت گفتی که ما از 3 روز است که نان نداشتیم نان نخوردیم خودتون خب بر سال باسی طفلکایتون با چی چاره کردین بالاخره؟ گیرم میکنم پرشون میداد چون من تو فشار این بالا رفت قرار میده هفتی دادم من میتونم ندانم یارو شو کم میگم چرا گیرم میکنم هر روز اینم تو یارو میدم حوصله میکنم فشار این بالا را مریض بودم به دکترم رفتن نتونست قرار میده هفتی دادم خیلی بیادرای ما شما خداوند کمتون نکنه که بنیاد خیری حیاتون زنگ ما که بیاین تا جرسیم فلان چیز بر شما کمک کردیم از خوشبختی خیزم ای میفتی که مجبور تیار شیم. خاله جان شما پیشتر گفتین که طفلکایتان به خاطر که شکمشون گشنه بود واسه پدرشون اینا را لط میکرد؟ ولی ولدشون میکرد یعنی سینوداری که بچه گیران نکنید نمیشنم به بچه ما گفتن طفلک خورد 4 ساله است خونی همسر رفته که باز که گیران نکنه پیش شما شهر است این دختر من 3 تا دیگه مکتب رفته امروز به زور ایشان که من مریض بودن شکم گشنه روانشان کردیم ولی آگه ما داشتی من نداریم گیران که رفتن گفت خیر چیزی که روزای خدا میربان مگم بنیاد خیری از زنگ دارم بر ما شب رو دعا میکنم که خدا میاد زنگ دارم من تا بکی گشنه بشینم. بله دوستان نازنین چقدر مشکل است و هیچ پدر هیچ مادر نمیخواد که اولاد خدا بزنه و یا لطش بکنه و یا شکم گشنه به طرف مکتب روان بکنه. روزگاری خانواده خیلی زیاد است و از مشکلات اقتصادی خیلی زیاد رنج میبرن و ما کوشش بکنیم وقتی که اگر میفهمیم یک همسایه ما یک خانواده که واقعا توان چیزی را ندارند و در خانهشان کسی نیست که کار بکنه مثل می خالی ما که فعلا نیازمند است و نیاز داره که ما همراهشان کمک همکاری بکنیم بیاین وقتی که میفهمیم که یک همسایه ما یک خانواده که واقعا نادار هستند چقدر خوب است که ما همیشه همراهشان کمک همکاری بکنیم. و خاله جان جدا از که بنیاد خیریه امید حیات بر شما با تماس ده تا بال کسی بر شما کمک کرده و در این منطقه که زندگی میکنین از طرف وکیل گذر و یا کسایی که در این منطقه زندگی میکنن تو کمک تا بال بر شما شده یا نه؟ نه خیر من تو قرنطینه که اومد حتی کارت که نان کلگی نان میگیره برای من کسی نان نمیدادن. چرا دلیلش؟ نه کوچه من دیگه پوسی که چالو میشستم نه خانه مردم بودم خانه کرای دادن نتونستم اینجا آمدم نیام خانه مردم آده خانه مردم از زندگی میکنم در ترکی نان میخوریم اگر بود اگر نه گشنه خواهی میکنیم 3.5 ساعت 4 ساعت بیای ذخیره و بوشکی 25 هسته که نباشه تشنه گشنه نمیشم گشنه شسته. دوستای شما چون در تصویر دیدین وقتی که ما میخواستیم که از طرف بنیاد خیریه امید حیات مواد ارتزاقی که کمک شده بود
و ما چون پیشتر شما خودتان شاهد از این بودین که در تصویر دیدین که نه راه کراچی بود و نه راه موتر بود و از هیچ راه، فقط جز از این که از امو سر کوچه امید تا به میجه که خالی ما زندگی میکنه 20-25 دقیقه مجبور شدیم که 4 نفر 5 نفر به نوبت بیایم برشان برسانیم که خداوند حجرش نصیب ما بکنه و این وظیفه ما هست و ما کوشش میکنیم که امو کمک و همکاری که از طرف بنیاد خیریه امید حیات به خانواده کمک شده ما باید از امور برشان برسانیم. اما ای که وقتی که در خانه خاله میاین و از زندگی ازی و وقتی که طرف تفلکای ازی میرین واقعا بسیار آدم جگرخون میشه. چقدر خوب است وقتی که ما میخوایم که یک خانواده که از پیش ما خوشحال میشه. چقدر خوب است وقتی که ما میفهمیم که می خانواده با یک گلاس آب با یک لیتر آب که به 3.5 در اینجا فروخته میشه ما بیایم میاره خوشحال بسازیم. شاید که 3.5 روپیه ما که در جیب ما هست چیز معلوم نشه، با این خانواده کمک بکنیم به خاطر از اینکه اما احساس خوشبختیشان با مو یک بشکه است و کسایی که بیننده هستن، کسایی که دوست داشتن این خانواده را کمک بکنن باز هم برشان صدا میکنیم و ازشان خواهش میکنیم که با هم خانواده‌ای که مثل که مادر ما هستن کمک همکاری بکنن. زنده باشین. خاله جان خودت گفتی که خودت فشار عصبی هم بالا است و چربی خون هم داری و پیشتر بر ما گفتی که شوهرت هم مریض است. چی شده شوهرت؟ می سوریش بالا دونو گرفته بودشه امروز سختی خیسان بخی برو بخی و دانی مرارا نام سوارد که بیا پاد نرو که زوف نکن پیسانی تو رو کی تداوی تکنه زمستان یا لیاف نداریم کمپر نداریم صندلی نیست زغال بخرید خرام تو شب نکنم تو یه کلمه یک خراب خواه میکنم جوره جوره باید گرمین دو 3 تا لیافه 7 نفر نام خود ناخور که تو نمی گذارم میکنم و چک خنک میخوام گیرم میکنم ما صندلی نیست که صندلی بزغال نیست کل چیز بخیر داده ای که میفهم خودتون. و دختره که کلانتون چند سال است؟ پسرتون چند سال است؟ 15 سال است. بچه‌تون 15 سال است؟ بچه که 12 سال شیر بشه که دختر دیگه 14 شده. این دختره که ما 3 سال است. یه بچه که 4 سال است. خیلی زنده با تشکر میکنم مرکزی که من کاری میکنم خدا من کم شو نکنه از شما خدا میشه که من کاری کنی که نمیشه افنا و ناخور هستیم گشت نمیشه ما حوصله کنم یا اولاد نمیکنن حوصله. خدا مهربان است. خدا مهربان است. تشکر از شما کمیته جب زحمت شدی خدا من کم تو نکنه هم کسی که بر ما کمک کرده خدا رو کم نکنه خدا نامید نکنه شما رو نکنه خدا نارامی تو من پیشم خوشحال شما تا خانه خدا از پیشتون خوش باشه تا جامعه به زحمت شدی. سلامت باشین. خاله جان یگان چیزی که شما بسیار رنج میده و بسیار جگرخون میشین و همیشه کوشش میکنین که همراهش سر نخورین او چی از زندگی؟ نمیفهمم چی بگم. گفتم همین زندگی که شما فعلا همین یگان چیزی که بسیار شما را آزار میده و جگرخون میشین چی است؟ گشنگی نیستی ناداری ملیون. شما که گفتین که 3 روز در اینجا گشنه بودین اولادتان نانی گپا نداشت از این همسایه گپایتان کس خبر نداشت؟ خود میکردم خودم می چند روز میرفتم خانه بیاجی کار کردم میرفتم یکم تو میکردم میکنی مشکم میخوردم و رفت خارج از مای روزه را دیگه تا این حال من قرار گشنه گوشه کسی دانه داد باور که چیزی کم نیم بوجی ادمی همسا بیوسته ادمی هارد قرض کرده رفتیم مرد میاد خالا پیسی ما رو بتین آرد نداری یا آرد ما رو بتین بورت پیتین چای گرفتیم من از سایا. چقدر قرضدار هستید شما؟ 9 سرپا دکاندار قرضدارات میای بوجیار گرفته بودم من با دیده قربان دو وقت ما دادن ندانستم من 500 دیگه قرضدار هستم یعنی بوجیار دادم 3 قرضدار هستم. بیا خدا مهربان است که خدا من کمتون نکنه. سلامت باشین. بازم بنیاد خیریه امید حیات که این خانواده را کمک کرده و امید به می است که بخیر امی آرد را گرفتین دیگه که برین امروزشان صحبت بکنین که یک ذرک مراد شما را بکنه که یک کمش بر از اون آوتین دیگه. نباید تشکر خدا من کمتون نکنه الله تعالی خدا پیشان خوب تایید بدم چه بیادرای ما که شما که ما همکاری کردید کمک کردین هر کسی که ما کمک کرد خدا نابید نکنه شانه خدا پریشان و سرگردان نکنه مرا آرام کرد خدا من شما را آرامی بده چند شوشتم تو گشنه خواب بودیم مک میخی زوب سر میامد پایم شیمن سشتکا خدا جایز باشه را گشتن نمیتونستم پایم بیشیمه و زوب سر میامد و خوکوس پاش چاپی میکن اشتکا پر میبادد چاپی که میپایم ماشیمه نداریم گشنه دی مادر چطور چاپی کن گیران کرد چاپی میکن 3 شو شد گشنه هم تو یعنی نیم نان یکنی تا دیم سا گرفتم
یعنی طور میدادک برو تراشه کردم خوردن نیم شوخ مادم بیدی ما رو در گرفته مادم ما چی کنیم تو خیلی که بچه حوصله کنیم پایر نزنید تا ما فشار ساییم بالا سا کال زوب نکن خوانا خواستم ما بایم برو مامان شما رو شما کجا میری خدا نکنه. بیا خدا مهربان است، خدا بزرگ است. امید عزیز که بخیر انشالله که این مواد ارتزاقی که از طرف بنیاد خیریه امید حیات که کمک صورت گرفته به این خانواده انشالله که بخیر بخورن تا باشه که بخیر یک روز زگام یکی از بنیادها و کسایی که خیراندیش است انشالله شما رو کمک همکاری بکنه. امید به خدا. تشکر بنده باش، خدا کمتون نکنه. و همچنان دوستای عزیز زیاد دیگه خالی ما صحبت نمیکنیم به خاطر اینکه فشار عصبیشون زیادتر میشه و همچنان و اینیام بچه‌م چیر کرد دین روز الخلقستانی مادر نامتی آمد یار چیر کرد که مادر تو بر ما پیسه نمیتی نان نمیتی یار چیر کرد 6 دانه بوده سر شما برتانی گپ میزنه پیسه نان که دوای من میگفت اینجا قرارمون ای شاه رفتیم کراد همسر قرض کردیم رفتیم که باش که من جور شم آخرم بی فایده خب نماینه که از هر ماینات خود قرض کردیم من ای سنو سر 15 سر 5 ماینات خود میشه. بیا خدا بزرگ است. بیا ماینه که خونتم که پیسه ندارم من گریان کردم اگه همشیر 500 گفت خیره برو خاطر من میرم ماینه که از بین تفلایت ستا کنم گورم تو بنام خدا باشه. خیر ببینن خیر نصیب از اونا هم و هزار سپاس میکنم از شما دوستایی که سالس ما رو همراهی کردین و اگر شما هم دوست داشتین که مادر ما رو کمک همکاری بکنین میتونین که دستیاری دراز بکنین و این خانواده را کمک بکنین و تشکر میکنم از بنیاد خیریه امید حیات که خانواده را کمک کرده مواد ارتزاقی که از طرف بنیاد خیریه امید حیات کمک شده ما میره تقدیمشان میکنیم. اگر شما هم پیشنهاد انتخاب داشتین جهت بهبود برنامه شما هم میتونین که کامنت بدین ما را حمایت بکنین تا باشه که برنامه خوب معقول تقدیم شما بکنیم. این بود برنامه مهربانی این هفته ما که تقدیم شما کردیم تا دیدار بعد خدا نگهدار بدرود.